باکس یوتیوب عباس زریکس هستم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها قراره بعد از مدت ها به موکبانگای سمی باز ریاکت بدیم، همینجوری که رو تامنیل دیدید. امیدوارم یکم محتواشون تغییر کرده باشه، بریم ببینیم کی زنده است کی مرده. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. پیج اینستاگرام من این بغل میاد، حتما فالو کنید. مرسی از حمایتاتون. 2 تا کامنت انگلیسی هم بذارید زیر این پست، نظرتون راجع به غذا خوردن اینا هم بدید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ این ویدیو. سلام رفقا، پیج مهدیفود تستر خوش اومدید. مهدیفود تستر هستم با یه تست سریز جوجه کباب گوجه که قبل از اینکه برای پیکر این غذا بخوام تست ریز بزنم فوتبال میخوام بهتون معرفی کنم. اونا که عاشق فوتبال هستن، هنوز زنده است، مسی هستن. پیج سهن فوتبال حتما داشته باشن که با داستانای فوتبالیش شانسن موکبانگر رو دفتر فوتبال میگردن برای گوه نخوره جلو. با تست ریز یه معلم فیزیک داشتیم قیافش جوجه کباب گوجه بریم برای تست ریز. به 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 بچه‌ها بسم الله بفرمایید. اوه هیاوش یا نه جلو دوربینی مردک، این چرا خوردنیه اینجوری اینگاه؟ آروم من همیدن ها جلو دوربینی آروم. این هنوز همون آدم قبلیه، چشاشو میبنده غذا میخوره و هیچ حرفی هم نمیزنه. خیلی خوبه. ایول بخواه من بیشتر اشتام کور میشه تا باز بشه. دوربین پایینه. اوه کجا نگاه میکنی؟ آقای سلام خوبی؟ خدا انگار مثلا یکی وایساده اون پشت میگه اگر اینا رو تو دوربین نخوری بعدش با هم میخوریم. بعد این طرف هم به خاطری که مثلا تموم نشه داره یواش چتونه گنده یه آدم باید هر لقمه اندازه دهنش برداره، بعد بره تو گلوت. این وقت درد سر میشه. سوسماس نداشت به خدایی. برای چی سوسماس پیدا کردی؟ این همون که پیتزا میخورد میگفت خیلی خوشمزه است، مزه پیتزا میداد. فکرم دیگه نمیتونم حرف بزنه. احتمالاً تو یکی از ویدیوها گفته غذای زنم بده، زنه زبونشو بریده. این چیه تو بشقابش؟ آلو بالو و سیب زمینی و عدسه پشون. این چه غذاییه؟ خوب موفق باشید. منم برم به نودل خوردنم برسونم. خب برو به نودل خوردن درست. پس چرا اومدی تو اینستا ویدیو میذاری؟ حالا دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. 50,000 تومن بیا من 100,000 تومن بهت میدم دیگه ویدیو نگیر لطفاً، خواهش میکنم. خب قبلا فاشش کردیم که 1 دقیقهش 4 دقیقه بود بعد ادیت میکرد. داره ولش کن بذار خوشحال باشه. آره برو بزن برو. ماشاءالله. آیا سیدله میخورم راحت نیست واقعا. دیگه نمیتونم بخورم بچه ها، دیگه نمیتونم بخورم. بگو اون گرد پایینی اون گیرمیزیش کن، مشکی کن اینجا رو. اون قلبه رو قلب نیست، لایکه رو مشکی کن لطفا تا بیشتر به این چیز بریم، ریاکت بریم. به خدا کیف نمی‌کرد. من هیچ کیفی تو صورتش ندیدم. نه نکردم، نمیره ولش کن. ببینم چی کار میکنه.
آه چنل یوتیوب هم داره پشما. زود باش. 2000 years later. لاشی چقدر درآمد داره که آقا به اونه که حساب میکنن آیفون 12 بده. بخور دیگه بقیش هم بخور، چرا نخوردی؟ کثافت خر. من عاشق شیرکاکو. به این لال شدم دیگه، اصلا نمیدونم حرف بزنم. این ویدیوی قبلی هر چقدر تونستم حرف بزنم این موکبان که میاد کلا خفه میشم. تعجب میکنم آخه. بخور دیگه. خیلی خوشمزه است. بگو آره. خدایی خوشمزه است. مدت‌ها یکی از خفن‌ترین ترکیب. خب چرا نمیخوری بقیه‌اش هم بخور دیگه. چرا ریخته رو خودش پشیمام الان دیدم ایناش همه شیرکاکو. بخور دیگه، یه قاشق خورد، خیلی خوشمزه ترین ترکیب بود دیگه نخورد داره. ایول خیلی خوبه ایول. من اگه چنین ترکیب خوشمزه می‌ذاشتم جلوم دیگه نمیخوردم. بستنی با دوغ. ان با گوه بخور خیلی خوشمزه تر میشه. از این هر روز کارشه دیگه. ولش کن. گوشام داره چرک میکنه. بخور بقیه‌شو بخور. تو کشف نکردی تو کامنت ها بهت گفتن چرا نخورد بقیه‌شو. خیلی بده اینجوری. بستنی با خیار. سالم‌نوزی چیه؟ من بودم اونجا یه اینجوری پرد میکردم تو سرش دیگه ویدیو نگیره. حیف اون بستنی. دیدی چجوری خورد؟ تا سر خیاره رو کرد تو دهنش، فقط سر خیاره رو گاز گرفت. بخور دیگه. بخور نه همینجا بخور. تنها آقا منم بخور. برو تنها بخور، منم به خیارامو میدم برید تنها بخوری. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من که دیدید رفتم دیگه داشتم چی میکردم آرامش میگرفتم. نمیدونم شما چی شدید. پس یادم رفت میخواستم چی بگم، اصلا سموم زیادی رفته تو مغزم. یادم میره همه چی. تو مرسی که ویدیو دیدید. تا یه ویدیو دیگه فعلا.